بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این آموزش میخوام یاد بگیریم چجوری تصاویرمون رو تو فضاهای مختلف قرار بدیم. برای این کار روی لینکی که فرستادم کلیک میکنید و همچین صفحه‌ای برای شما باز میشه، سایت هاگینگ فیس. روی این قسمت کلیک میکنید و تصویری که میخواید تو فضاهای مختلفی قرار بدید و آپلود میکنید. حالا من این تصویر رو انتخاب میکنم و ثبت میکنم که آپلود بشه. وقتی که تصویر من اینجا آپلود شد، میام پایین این تصویر، این قسمت. اگه من این رو روی عدد بسیار پایینی بذارم، این تصویر من تو اون فضایی که میخوام قرارش بدم کاملا غیر شفاف هست و اگه ببرمش بالاترین عدد، تصویر من در اون فضایی که میخوام قرار بدم کاملا شفاف هستش و کل تصویر من رو نشون میده. پس باید روی عددی قرارش بدم که نرمال باشه. حالا من روی معمولا بین 1 تا 2 قرارش میدم. حالا من اینو میذارم روی 1.97. میام پایین تر، توی این قسمت پرامپتمو مینویسم، یعنی براش مینویسم این تصویر من رو توی فضایی که دوست دارم اونو قرار بده. یه نکته‌ای که باید مد نظرتون باشه اینه که این پرامپت و این دستوری که براش مینویسی حتما باید به انگلیسی باشه برای اینکه نتیجه بهتری داشته باشه. حالا من براش مینویسم این تصویری که دارم در فضای یه بیابانی اونو قرار بده و اینو میزنم که به انگلیسی ترجمهش کنه. میام پایین تر روی این قسمت کلیک میکنم و منتظر میمونم که تصویر من توی فضای بیابانی قرارش بده. میام پایین تر و میبینیم اینجا به صورت زیبا این تصویر من رو توی حالت بیابانی قرار داد. حالا شما هر پرامپت دیگه براش بنویسی اونو تو همون فضا قرار میده. حالا من میخوام براش بنویسم در فضای بهاری قرار بده و پرامپتمو به انگلیسی ترجمه میکنم و روی این گزینه پایینی میزنم و ثبت میکنم که تصویر من تو فضای بهاری قرار بگیره. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.